خدمت همه دوستان و علاقمندان به رشته موتوکراس. موتورسیکلت کوف وارد ایران شد. موتورسیکلت کوف با حجم انجین 250 سی سی و وزنی معادل 108 کیلوگرم مناسب پیست و آفرود. سیستم سوخت‌رسانی انژکتور و گیربکس 6 سرعته. رادیاتورهای آب خنک و ترمزهای دیسکی. شرکت کوف در سال 2017 تأسیس شد و در زمینه طراحی، تولید و فروش موتورسیکلت فعالیت داره. تمرکز این شرکت روی عملکرد بالا. در آینده شرکت کوف به عنوان یک برند تکنولوژی محور سرمایه‌گذاری خودش رو در تحقیق، توسعه و طراحی گسترش میده. همچنین با سرمایه‌گذاری مداوم بر روی تکنولوژی‌ها و استانداردهای جدید محصولات بهتری به بازار عرضه خواهد کرد.